لحظه واخوری پدر و پسر بعد 30 سال در شهر جیزخ ازبکستان. پدر ما دیدم با آغوش گرفتم، چخه که داخلم در کار بود با آغوش گرفتم. حالی ما بوش سیر نکردم. دو شب در برش استادم. خیلی باور نداشتم که مرا پدرم خیلی با آغوش میگیره. مثال مرا خیلی پیشواز میگیره. من می‌ندارم. جمشید 38 ساله سالها باز نشانه از پدر میجوست. میگوید پدرش او را در طفلی گذاشت و رفت. مادرش هنگام نورسی او از بیماری درگذشت. پدر در این نوار میگوید زیر فشار پدر عروس فرزند را مانده رفته است. اگر با اینجا ببینم من خبر میکنم. من گفتم که من زنم که آشتی میکنم. نمیشود. بعد از مرگ بابا که جمشید زیر تربیتش بود، با جستجوی پدر سر کرد. رادیو آزادی 20 مارس سال 2024 درباره سرگذشت جمشید گزارش داد. با او زنگ زدند. یا بگم خشتک بودم که تلفنم زنگ شد و گفت نام شما جمشیده؟ گفتم ها. گفت که من کامنتر بخونید، من آدرس دادم. بعد خوندم که آدرس نوشته. همخه وای بچه‌ای آتام بوده. مرا دیده. وقتی من فامیلم نامش گفتم اوجه مرا شناخته. با گفتم میتونی بیایی؟ گفتم بله میخوام. گفتم صورت چرا کنی؟ گفت که نه. این صورت ما روی نمیکنم. بیاگو ما ترا انتظار میشیم. جمشید میگوید پدرش در ازبکستان عائله دیگر و دختر و پسر دارد. از احوال او و صحت ناخوب پسر بزرگش از گزارش خبر یافته است. من عذر پرسید، یعنی که من ترا نگاه نکردم. مثال از دسترخوان من سیر نکردی. مثال نان مرا نخوردی. اینجا نواری که مرا دیده 3 شبانه روز گفت باور کنی اگر خواب نرفتم راحت پایدم. گفت من مثال باور نداشتم که مرا فرزند میاد. مثال اگر من ترا وقتش میگرفتم ممکن که تو ممکن خواندگی میبودی، یگان صاحبدار میبودی. ترا خیلی خور و زار کردن. گفت گریه کرد. من گفتم که هیچ گپ نه پدر جان، من برای تو هستم. هرچند که بیمار هستم کوشش میکنم که پدرم بیارم. حالا جمشید میگوید با سالهایی که دوام این سالها آرامش نمیگذاشت و نمیخواست باور کند که پدرش او را بی سبب گذاشته رفته است، پاسخ یافت. مرا گفت مرا ببخش بچم، من امکان نداشتم. گفت مرا زدن. گفت مرا پیش کردن، دفشه گفتم. من حتی تو دیدمالیات که پایده رفتم که ترا یک بار با آغوش گیرم. تو کلان شدی نه که بوی ترا حس نکردم. گفت پدرم همیشه در دل من بدی. گفت این هستیم. همین گپا گفت. با گفته او یگانه مانع با هم آمدن پدر و پسر راه دور و وضع صحتی جمشید است. باید کس باید پاسپورت انا خارجی کردن، این زگران کردنش در کار. من باشم باید رفتنم در کار. نو مبلغی من پذیری نمیشد برای اونجا رفتن. هم اونجا رفتن من میتونم رفتن که من اینجا دکترو نگاه میکنن. مثال دارویی که من در کار اوجا پیدا کردن ناممکن است. اما جمشید که بعد سختی های زیاد بعد دیدار پدر رسید، از آن خوشبین است که دیگر راه پدر را میداند و امیدوار است که از این به بعد پدر او را تنها نمیگذارد. وی از رادیو آزادی نیز تشکر میکند.